خب چطور بود؟ کی لذت برد از این ترانه بسیار خوب؟ خب کم بزنید دستایت آنها چی کنم میگه؟ دستا سبا باید بکشم. به افتخار دیدار نازنین که زحمت این ترانه را کشیده بود و زمینه سازی کرده و حال نوبت توفه های از این نونهالای وطن است که برایشان توفه مد نظر گرفته و این توفه نمایانگر قدردانی از این زحماتشان است. کف بزنین به افتخارشان. فرشته در اون پایان میگه کدام چیزا میگه نفهمیدم خود دور از بیا مایک تا چالان کن بالا بیا که چی میگی. What a mic in this. Oh, beautiful. بله فرشته جانم در لاین خودم محکم گرفته که برای سرتیفیکیت بتن سرتیفیکیت یا هر توفیقی که هست باز این مایک ما کار نمیکنه نه مایک کار میکنه دوستای تکنیکی من نمیفهم که شما خدمه امروز چه پرابلم دارین